گواهی قبولی کنکور و گواهی سیستم نمره دهی دو تا از مهمترین مدارک برای اپلای واسه آلمان و اروپا که حتما نیازش دارین. پس اگر میخوایم بدونین که چطوری میتونین دریافتش کنین تو این ویدیو با من همراه باشید. سلام به همگی، من حسامم. الان که این ویدیو رو ضبط میکنم تازه فارغ التحصیل شدم از مقطع کارشناسی و منتظر پذیرشم تا به آلمان مهاجرت کنم. دو تا از مهمترین مدارکی که شما مورد نیازتونه برای اینکه بتونین برای آلمان و اروپا در واقع اپلای کنید، البته بعضی کشورها مثل ایتالیا و آلمان میدونم که نیاز دارنش، گواهی قبولی کنکور و گواهی سیستم نمره دهیه. گواهی قبولی کنکور نشون میده که شما چه سالی امتحان دادین، با چه رتبه‌ای کجا قبول شدین و در واقع یک سری دانشگاه‌ها این گواهی رو با عنوان یونیورسیتی انترنس اگزم میشناسنش و اگر شما جای این رو دیدین منظورشون احتمالاً گواهی قبولی کنکوره. علاوه بر این گواهی سیستم نمره دهی هم نشون میده که شما در ایران بیس نمرتون از چند بوده، با چه نمره قبول میشدین و در واقع سیستم نمره دهیتون چطوری بوده که اونا بتونن نمره که شما کسب کردین رو به نمره خودشون تبدیل کنن که نمره قبولی 12 هستش و ماکسیموم نمره هم 20 هستش. این عدد رو توی این گواهی نوشته شده. برای دریافت گواهی قبولی کنکور که در ادامه بهتون نشون میدم، شما باید برید توی سایت سنجش. اونجا یک درخواستی هست به نام صدور گواهی قبولی کنکور که در ادامه پشت لپتاپم بهتون نشون میدم آموزش مرحله به مرحله‌شو و اطلاعاتتون رو وارد کنین، مثل اطلاعات هویتیتون، سالی که کنکور دادین، چه رشته کنکور دادین و چنین چیزایی. اینا رو که وارد میکنی یه هزینه دریافت میکنن و بعدش خب درخواست شما ثبت میشه. درخواست شما فکر میکنم که 1 تا 2 هفته، لااقل واسه من فکر میکنم 1 هفته طول میکشه و بعدش یک نامه‌ای واسهتون به آدرس پستی که وارد کردین ارسال میشه و این گواهی قبولی کنکوره. اینو هر جا که دیدین ازتون یونیورسیتی انترنس اگزم خواستن، معمولا میتونین اینو آپلود کنین و مشکلی نداره. یا این نامه رو میتونین آپلود کنین یا اگر کنکور ندادین، معمولا دیپلم شما یا ریزنمرات آخر دبیرستان شما فکر میکنم به جای اون میتونه آپلود بشه. ولی اگر این مدرک رو بتونین بگیرین و داشته باشینش، میتونین اینو وارد کنین. و این نکته هم توجه داشته باشین، اگر دانشگاهی از شما این مدرک رو خواست، پس در نتیجه سفارت هم این مدرک رو میخواد و روز مصاحبه سفارت هم باید این مدرک رو با خودتون ببرید. دومین گواهی که گفتم گواهی سیستم نمره دهیه و این یه تفاوتی بین دانشگاه سراسری، یعنی اونایی که وزارت علوم درس خوندن، دانشگاه دولتی و کسایی که دانشگاه آزاد درس خوندن یا میخونن داره. برای اینکه شما بتونین، اگر شما دانشگاه دولتی درس خوندین یا میخونین و بخواین این مدرک رو دریافت کنین، شما مراجعه حضوری میکنید به ساختمان وزارت علوم توی تهران، فکر میکنم طبقه 17 هم. بعد اونجا درخواستتون رو یک خانمی هست خیلی هم خوش اخلاقه، کارتون رو راه میندازه، اونجا درخواستتون رو ثبت میکنین. احتمال داره یه اما اگرایی بیارن بگن که مثلا شما هنوز تکلیف مقطع بعدیتون مشخص نشده، نمیتونیم بهتون بدیم و اینا. حالا میشه، یعنی با صحبت میشه حلش کرد و این گواهی رو گرفت. این واسه بچه‌ایه که دانشگاه دولتی درس خوندن یا میخونن. برای کسایی که دانشگاه آزاد درس خوندن یا میخونن، شما باید مراجعه کنید به سازمان کل دانشگاه‌های آزاد و اونجا همین درخواست رو ثبت کنید. اونجا من متأسفانه نمیدونم دقیقاً روند به چه شکلیه، چون من خودم دانشگاه دولتی بودم، ولی شما به اونجا تشریف میبرید، میگید که در واقع درخواست گواهی سیستم نمره دهی رو دارید و احتمالاً اونجا حالا یه روند ثابتی داره، کد ملیتون یا کارت ملیتون رو میخوان و بعدش احتمالاً این نامه رو بهتون میدن و اینطوری میتونین این گواهی هم دریافت کنین. حالا برای اینکه ببینیم چطوری میشه گواهی قبولی کنکور رو گرفت، با من همراه باشید تا مرحله مرحله ببینیمش. واسه این کار میریم توی براوزرمون سرچ، در واقع میزنیم درخواست.sanjish.org. وقتی این رو میزنیم یه تقریبا همچین چیزی میاد، همچین صفحه‌ای میاد
که اینجا فرم و اینا داره، پیگیری داره. ما با اینا کاری نداریم. اینجا فرمای داوطلبی رو می‌زنیم. ما میزنیم اینجا نوشته فرم درخواست گواهی قبولی و رتبه. بعد وقتی که زدیم اینجا شماره‌مون رو وارد می‌کنیم. بعد اینجا در واقع ایمیلمون رو وارد می‌کنیم و اینا یه کپچا داره که میزنیم و بعد یه دونه کد میفرسته واسه شماره موبایلمون. بعد از اینکه وارد شدیم اینجا یه سری اطلاعات میخواد که همش رو باید پر کنیم. بعد آخرش هم اینجا یه دونه در واقع کارت ملی یا شناسنامه عکسشون میخواد که باید در واقع آپلود کنیم. پس من اینا رو پر میکنم. خب آخرش هم اینجا یه دونه کد پیگیری میده که با این میتونیم ببینیم که انجام میشه و اینا. یه پیامک هم واسهتون میاد که گفته در واقع درخواستتون ثبت شد و همون شماره پیگیری رو میتونید. خب خیلی خوشحالم که تو این ویدیو من همراه بودین. امیدوارم که جواب همه سوالاتون رو داده باشم. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو داشته باشم و هر چیزی که به بهبود این کانال کمک میکنه رو به هم بگین. خوشحالم که تو این ویدیو باهاتون همراه بودم. امیدوارم که به هر چی که میخواین برسین. صبر کنین میشه و مثل همیشه کتاب بخونین، ورزش کنین. اگر به صلاحتونه و خوشحالتون میکنه مهاجرت کنین. بای بای.